درود بر دختر عزیز آنیتای عزیز. سلام بر شما. حال شما چطور؟ خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که میبینم جوانان نسل برآمده از این انقلاب حتی این گونه در راه ایران فریاد میزنن. خیلی خوشحال هستم. خیلی ممنون از شما. اگر آقای احمد شهید رو میدیدی چه میخواستی بگی؟ من خدمتشون رسیدم و در واقع پرونده در رابطه با نقض حقوق بشر، در رابطه با نقض حقوق انسانی آقای طاهری رو بهشون تسلیم کردم. آقای طاهری کی هستن؟ استاد محمد علی طاهری در واقع یک دگراندیش معنوی هستند، پایه‌گذار 2 مکتب عرفانی فرادرمانی و سایمنتولوژی که این مکتب‌ها در واقع بیش از 3 دهه است که توسط ایشون بنیانگذاری شده، توسط مجامع علمی مورد تشویق قرار گرفته. ایشون 3 تا دکترای افتخاری و جوایز بیشماری در این رابطه دریافت کردند و توسط افراد زیادی این در واقع مقوله مورد تست و آزمایش قرار گرفته، مورد توجه قرار گرفته و از مقبولیت و محبوبیت بالایی برخوردار هست. خب مشکلش همینه، چون مقبولیت داره و محبوبیت داره. بله. مکتبی که ایشان تحت عنوان انسان حلقه گفتید، عرفان حلقه. بله. خب معمولا آخوندها سعی میکنن مردم رو زاهد نگه دارن در جستجوی خدا. با کسانی که خدا رو پیدا کردن و زندگی میکنن کاری ندارن که عارف هستن، چون باید تا ابد بر سینه زد گریست. گریه ها هستن که اینها رو نگه میدارن، ولی اگر لبخند به خدا بزنی اشکالی دارد برای اینها. خب الان شرایط آقای دکتر محمد علی طاهری چه هست؟ ایشون الان در واقع بیش از 28 ماهه که در زندان هستند، در بند 2 الف زندان اوین. در 4 می سال 2011 برای بار سوم دستگیر شدن و از اون موقع در زندان انفرادی بند 2 الف به سر میبرن. تحت شدید در این شکنجه های روحی و جسمی قرار دارن. بارها و بارها دست به اعتصاب غذا زدن و الان به مدت 4 هفته است که از آخرین اعتصاب غذاشون میگذره. به شدت از نظر جسمی ضعیف شدن و از در واقع عفونت در ناحیه فک و دهانشون در واقع رنج میبرن. در دیداری که با خانواده‌شون داشتن از نزدیکان در واقع ما خبر موثق دریافت کردیم که شرایط روحی و جسمیشون بسیار وخیمه و این به علت اینه که در واقع این اعتصاب غذاشون تنها راه رسوندن پیامشون به بیرونه و اعتراض به حکم ناعادلانه‌ای که در رابطه با ایشون هست، به جمعیت هوادارانشون در واقع اونا رو تحت فشار قرار میدن، خانوادهشون تحت فشار هستن و خودشون تحت فشار هستن برای اینکه حرفای خودشون رو انکار بکنن، اون چه رو که ارائه کردن و مقبولیت داره و محبوبیت داره و مورد تست و آزمایش و حتی تشویق مجامع علمی قرار گرفته رو انکار بکنن. حتی دفاعیاتشون رو که در زندان تهیه کرده بودن ضبط کردن و الان در صدد این هستن که حکم مفسد فی‌الارض رو زنده بکنن و توسط این مراجع قضایی در واقع صدور احکام سنگینی رو مثل حکم اعدام بتونن پیاده بکنن در رابطه با ایشون و این اعتصاب غذاشون در این رابطه هست. ما هر گونه پیامی رو در واقع دوست داریم به ایشون برسونیم که دست از این اعتصاب غذاشون بردارن. به شدت نگران جونشون هستیم، ولی اتفاقی که افتاده اینه که دست از اعتراض نمیکشن و ایستادن و ما شدیداً نگران سلامتیشون هستیم. فرمودید چند وقت ایشون دستگیر شدن؟ از 4 می سال 2011، بیش از 28 ماه. 28. تو این 28 ماه چرا این فریاد رو نزدید؟ چرا جایی مطرح نکردید؟ در واقع ما در این رابطه بارها و بارها با آقای احمد شهید ارتباط برقرار کردیم، با مجامع حقوق بشری ارتباط برقرار کردیم، کمپین هایی رو در واقع تهیه کردیم برای حمایت از استاد طاهری. این کمپین ها بارها و بارها توسط جمهوری اسلامی ایران زیر سوال رفت، سایت ها رو پایین آوردن. کسانی که این کمپین ها رو برپا کرده بودن مورد در واقع
فشار قرار دادن، بعضیاشون مجبور شدن از ایران خارج بشن که الان در خارج از کشور فعالیت میکنن. تظاهرات گسترده همین هفته اخیر در رابطه با اعتراض به زندانی شدن استاد طاهری و وضعیت جسمی ایشون در همین لس آنجلس برپا شد. مسئله اینجاست که به علت اولا که جمهوری اسلامی مسئله استاد طاهری رو شدیداً در یک سکوت خبری نگه داشته، هیچ گونه خبر و اطلاعی از وضعیت ایشون بیرون نداده و یک توطئه در قالب این سکوت خبری در حال شکل‌گیریه که این مسئله رو به نوعی مسکوت نگه دارن و حتی در ابتدا موجی از سکوت رو در بین هوادارانشون ایجاد کردن که آقای طاهری خودشون خواستار سکوت و بایکوت شدن همه موارد هستند. در صورتی که البته این یک توطئه بود که بتونن فشار رو به آقای طاهری بیشتر بکنن. ما همه فعالیتامون رو کردیم، اما مسئله اینجاست که اولویت خبری همیشه روی مسائل سیاسی میگشته و چون عرفان حلقه در واقع یک مسئله سیاسی نیست، مسئله مذهبی نیست، یک بینش معنویه، ما رسانه ها خیلی یاریمون نکردن که بتونیم فعالیت های حقوق بشریمون رو در واقع اعلام بکنیم و از این طریق خب من فکر می‌کنم شما نخواستید. من پریشب آقای جامعه شناس گرامی ما آقای مهدی آقا زمانی به محضی که به من تلفن کردن و همچین خبری دادن، من خواهش کردم ازشون، گفتم یکی از وظایف ما در رسانه گروهی این است که این فریادها رو بزنیم. ما که در خارج از کشور نشسته ایم باید زبان گویای شما باشیم و اگر شما مراجعه نکردید، اگر حداقل به من مراجعه کرده بودید 28 ماه زودتر از این در خدمتتون بودم. بینندگان گرامی، گفتگو میکنیم با خانم آنیتا قناعی، یکی از جوانان ایرانی که فعال حقوق بشر هستند، در راه عرفان تحقیقات کردن، مطالعه میکنن، تلاش میکنن و در این حلقه عرفانی در حقیقت خودشون رو پیدا کردن که با خدا میشود زندگی کرد، خود خدایی رو در حقیقت. این است که امروز اگر کسی در رژیم جمهوری اسلامی خدا را بشناسد دگر اندیش میشود، باید آقای ولی فقیه رو فقط شناخت و مشکل ما در ایران این است. خب حالا آقای احمد شهید چه کردن؟ آقای احمد شهید برای، البته عرض کردم خدمتون که برای بار چندم ما این گزارش رو دستشون رسونده بودیم و ایشون در گزارش قبلیشون نامی از آقای طاهری و هوادارانشون نبرده بودن. 3 تن از اعضای در واقع شاگردان آقای طاهری در اون مجلس حاضر شدن و از ایشون سوال کردن که از ایشون خواستن که چرا این گزارش رو ندادن و با توجه به وضعیت جسمی آقای طاهری، وضعیت روحیشون و اینکه جرمی رو مرتکب نشدن بر اساس ادله‌ای رو که و اسنادی رو که خدمت آقای احمد شهیدم عرضه شده بود، ایشون گفتن که کاملا در جریان پرونده آقای طاهری هستن و یک مناسباتی دارن که توی افرادی رو که در گزارششون میارن بعد عادلانه باشه، یک فرصتی رو میدن به جمهوری اسلامی برای اینکه پاسخ بده و الان در رابطه با این قضیه در حال مذاکره هستن. البته عرض کردن که با جمهوری اسلامی به صورت مستقیم رابطه ندارن، اما در این یک مسائلی هستش که برای تهیه گزارششون که توضیحاتش رو دادن که حالا گزارشش هم موجوده و من هم پرونده استاد طاهری رو آخرین وضعیتش رو تهیه کردم. البته میگم با ایمیل هم قبلا براشون ارسال شده بود، اما این دفعه به صورت دستی و ازشون خواهش کردم که این دفعه حتما اسم استاد طاهری رو در گزارششون بیارن و ایشون هم فرمودن که بعید میدونن که این کار رو صورت ندن و در این رابطه این کار رو انجام خواهند داد. خب یک فیلم کوتاهی داریم، 1 دقیقه هست که آقای طاهری رو به اعتراف واداشتند، اما آقای طاهری گفتن اگر اعترافات اجباری رو دیدید از من بی اساس است، برای اینکه کوشش میکنه وزارت اطلاعات معمولا از همه اعتراف بگیرد که شما ارتباط با صهیونیستا دارید، با آمریکا دارید، با جنایتکارا دارید، ضد نظام هستید و فلان، مأمورید و جاسوسید که اعتراف بکنید که حکم بگیره خود به خود تقاضای اعدام بکنه. من دیدم بعضی از این اعترافا کسایی که چون مصاحبهشون از تلویزیون پخش میکنن خودشون تقاضای اعدام میکنن، ما رو زودتر بکشید که شرمنده هستیم از ولی فقیه.
حالا بریم این یه دقیقه رو گوش نگاه بکنیم بینندگان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت دوستان مجموعه عرفان کیهانی، بدین وسیله به اطلاع می‌رسانم با توجه به اینکه معاندین در صدد گرفتن اعترافاتی از این جانب مبنی بر شیطانی و انحرافی بودن آموزه‌های عرفان کیهانی هستند تا با تهیه و پخش آن در صدد فراهم کردن فاز جدیدی از حملات علیه مجموعه عرفان کیهانی باشند، از این رو اعلام می‌کنم پخش هر گونه اعترافی از این جانب علیه عرفان کیهانی فاقد اعتبار است، ولو اینکه در سایت شخصی و ظاهراً به میل و رضایت خودم صورت گرفته باشد، زیرا به طور قطع تحت فشارها و تهدیدهای گوناگون مجبور به همکاری در این زمینه شده‌ام و لازم است که هیچ گونه توجهی به اون صورت نگیره. با آرزوی توفیق الهی. ملاحظه کردید؟ حالا بعد اعتراف میگیرن، بعد پخش میکنن که طرف خودش اصلا تقاضا میکنه من رو اعدام بکنه. جمهوری اسلامی یکی از ارزش‌های حکومتیش اعدام هست. اصلا انسان کشی در جمهوری اسلامی، مقاله میخوندم از یکی از روزنامه نگاران خانم الهی بغرات که میگوید من متولد شدم که اعدام بشم و مثل اینکه خدا انسان رو خلق میکنه که جمهوری اسلامی اعدامش بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی، آقای ولی فقیه، آقای حسن روحانی قاتل، یادتون باشد دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. نوبت شما هم خواهد رسید، نگران نباشید، نوبت شما هم میرسد، اما بدانید در یک دادگاه عدالت ملی کسی از شما اعتراف اجباری نمیگیرد. انقدر مدرک هست، انقدر اون وصیت‌نامه پسر خود آقای روحانی بهترین گواه است بر جنایات پدرش که خودکشی کرد از دست پدر. خب دخترم بسیار خوشحال شدم، خیلی لطف کردی به استودیو آمدی. هر خبری بود ما رو در جریان بگذار، نه تنها در مورد آقای طاهری که در بند است و در بند این دژخیمان در زمینه حقوق بشر هرچی میدانی برای ما این یک وظیفه است که همه باید انجام بدیم. حتما. خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که خبر سلامتی استاد طاهری رو به زودی دریافت بکنیم و از همینجا اعلام بکنیم و تمام زندانیان سیاسی من و همین می‌خواستم بگم، ما برامون همه ایرانیان یکسان هستند، همه زندانی، همه در بندند، همه اسیرند و ما برای آزادی همه داریم فعالیت می‌کنیم. امیدوارم که به زودی شاهد آزادی تمام زندانیان سیاسی و در